و فی اموالهم حق للسائل و المحروم، و در اموال خودشون حق قائل بودن برای کی؟ برای سائل و محروم. فرق بین سائل محروم اینه، سائل اون است که سوال میکنه، خب چی؟ محروم اونه که بیچاره سوال نمیکنه، عفیف خجله، سوال هم نمیکنه، گرسنگی میخوره، بیچارگی هم میکشه، سوال نمیکنه. انسان در مال خودش باید حقی قائل شه، بده به سائل و محروم. یک کسی اومده اینجا میگه که دو نفر آمدن پیش من، میگه آقا من زن بچه دارم، خب 5,000 تومان مقروض داره، چند ساله نمیتونم اینو بدم. شما اگر کسی خواست زکات بده به کسی نگو اسم من نبر، بگو بیاره بده. باز یه نفر دیگه اومد گفت من 6,000 تومان مقروضه، چند ساله نمیتونم بدم. گفت قرض الحسنه، ربام نیست، قرض الحسن. گرفتم قالیامو گوشم گرو، مرتیه قالی من نمیده تا 6,000 تومانش ندم. خب این بیچاره سوال محرومن دیگه. خدام که گفته آقا تو زکات به این نمیده، میرن خمسشونو چند میلیون ده با آخون. و خمس خدا نگفت، سهم امام نگفته، گفته آقا تو زکات در تمام تهران کسی نمیده. خیلی تعجبه ها، 10 میلیون 15 میلیون مسلمان یه نفر زکات نمیده، اما گروه من سهم امام میدن. سهم امام یعنی چی؟ کدوم امام گفته من سهم دارم؟ پیغمبر سهم امام میگرفت؟ نه. علی سهم 5 سال خلافت کرد، در تمام خلافتش یک درهم نه خمس گرفت نه سهم امام. سیدم منحصر بود به علی و 2 فرزندش، به عقیل و مثلا بچه‌هاش، فاصله کم بودن اون زمان. اگر همه مسلمین میفرستاد علی میگو به الله خمس واجبه بدید، علی میلیاردها میشد. نگرفت، خلفا هم نگرفتن. عجب، من تاریخ من تعجب میکنم، خلفای بنی امیه همشون پولکی بودن اما نمیدونستن خمسه، هیچ کدوم خمس نگرفت، چون نمیدونستن بیچاره که در اسلام خمسه. فهمیدی؟ سادات خلفای بنی عباس سید بودن، بنی عباس سیدن. خلفای بنی عباس با اینکه سید بودن، خلیفه بودن، قدرت داشتن، میتونستن میگه یک نفرشون یک درهم خمس نگرفت. اونا هیچ خود نه علماشون فهمیدن نه خودشون. علمای حجاز هم اصلا میگن خمس نگرفت. مصر علمای یه مصری آمده بود قم، نگاه کرد تو مدرسه فقیه دید پر از آخونده، لول میزن از آخوند. پرسید که عدنان پرسید که آقا اینا خریجونو کی میده؟ بودجه اینا رو بودم خون سهم امام. رفت فکر کنم خون سهم امام نمیدونه، نگرفته، نمیدونه. اما متاسفانه ملت ما اصلا زکاتی قائل نیستن. در تمام تهران یک شایکه زکات نمیده، اما سهم امام خمسی که نه خدا گفته نه پیغمبر گرفته. اگر علی در زمان خلافتش خمس میگرفت میلیاردر میشد. از تمام ممالک اسلامی، یمن و شام، یمن و کوفه و ایران و یمن، عدن، کجا حجاز و همه در تحت سلطنت علی. اگر علی میخواست خمس امام بگیره میلیاردر میشد، نگرفت. یعنی علی نفهمید که خمس باید مردم بدن، زکاتو به زور میگرفت اما خمس رو نگرفت. چرا؟ چون نمیدونست. علمای ایران خیلی استاده، اینا فهمیدن خمس هست در اسلام، علی ملتفت نشده. علمای حجاز نفهمیدن، سلاطین بنی عباس نفهمیدن، سلاطین بنی امیه نفهمیدن، خلفای راشدین هیچ که نفهمید. علمای ایران فهمیدن. این چقدر استادن.
معلوم میشه که میگن اعلم العلماء راست میگن. اعلم العلماء اینا فهمیدن خمس امام هست، واجب است که بگیری، اما اونا هیچ کدوم نفهمیدن.